بیزار شد تمام اینا رفته. رئیسشون راستی ندارم ایلاش. بسیار بد گرمازن جواب من گفتم رو گفتم. بعد جانم زدم قشلاقیو. کی گفته شو قشلاقی کنیم خبر. مؤلفی سناریو و کارگردان رجبعلی ابرانی، نواربردار شهزاد جباروف. بیو رئیس اجازت هست. سلام علیکم. بیو مرحبا. چی؟ سلام دوشین رئیس روسی که من سلوشنوتم. امروز یکی من میشه خط صحبت کردم گفتم اکرم پگه نمیتونم اومدم. گفتم پگه مجلس یگانه پیش رئیس خیش بگذاریم. خیلی که همه باید باشه. رجبعلی جان ما پگه آخری همراه خارجی ها داریم. تو یک آدم اساسی، تو یک آدم کلیدی در این کارخانه به حساب می روی. شرکت ورزیدنی تو، بودنی تو در این کارخانه حتمی است. میفهمی تو؟ نه من فهمیدم شما رئیس جان که راستی که زن مجراحی میکنه دیگه ایلاج ندارم. راستی که باید من در اونجا باشم. و سلامتیش باید بده. بسیاری بد گپ نزن. من گپی میگفتم رو گفتم. اگر پگاه در کار نباشی ارزت رو نمیست. رئیس جان راستی که ندارم ایلاج. بسیاری بد گپ نزن جواب من گپم رو گفتم. بعد جانم زدم قشلاقیو. کی گفته شو قشلاقی کنیم خبر. زنک او زنک بابا بفیر مونده شدی ها؟ دیدستی؟ زنک دارم جونم یکم خوراکه که با لذت گوشه شوربای منتو یکم چیزه که خوب پس باور که 270-300 کیلومتر صد آفرین شد. من بودم گو خونه بچت میریم 50-60 کیلومتر. باور که هم مونده میشم هم مونده میشم که زنک. من دعوتشون کردم. من مجبور کردم که بیان. او همین بچه های امکیتون دینا رفته بودن. حال یه هفته نشده مهمونه گسل کنیم. با اینو کجا اومدند؟ خواهران مادران و پژوهشگرای من یا ما شما را توصیه می‌کنم که 1.5-2 سال میشه در شرکت کار میکنه. یک سال میشه امی اپاجون ما قطعی همکاری داره. اپای شمسیه جان دایرکتور شرکت فابلیک امی اپاجون ما یک ماه معاشش یعنی که 18000 تا 15-20000 سومونی است. دوستان عزیز امی اپاجون من شما را توصیه می‌کنم شما را هم خواهران مادران و پژوهشگرای من همین خیلی کار یاد می‌دم که شما میتونید در خونه بشینید ای خونه نبرید. توصیه هم تلفن موبایلتون کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون در خونه نشسته پیش برده هر ماه 3000 سر کرده تا 15000 سومانی پول به دست بیارید. مثال دانشجو دخترکا 100% میتونید کار کنین. اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما هم 100% میتونید که کار کنین. دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست. فقط در واتساپ همین اپاجون ما حاضر که عینوم همین دو درک رجبعلی ابرانی اپای شمسیه در سلام علیک مینویسه. اپای ما تمام نوزیکی کار نقطه به نقطه شما را یاد میتم میفهمونم. نگفتن همونا در شرکت فابلیک کار کردن چی خوبیا داره. 21 روز پس شما معاش میگیرین. غیر معاشی میگرفتگیتون هر ماه توفه میگیرین. غیر توفه های میگرفتگیتون وقتی که شما در شرکت 2 ماه 3 ماه کار میکنین دایرکتور شرکت میشه. در این حالت 20000 تومان از جانب شرکت شما را توفه میکنن. این چونین باید چلای تیلای دیگه از جانب همین اپای شمسیه جان صاحب میشین. برای همین حرکت کنین هر ماه هم توفه بگیرین هم معاش بگیرین هم زندگی را تنج کنین. ای خونه‌تون نبرین. خب هم خونه دا بشینین کار کنین. واتساپ شو زیرک بنویسین. من دعوتشون کردم. من مجبور کردم که بیان. او همین بچه های امکیتون دینا رفته بودن. حال یه هفته نشده مهمونه گسل کنیم. با اینو کجا اومدند؟ یک کار بوری قشلاق تمام شده. هزم جمع کنیم و علب جمع کنیم شما تمام شده. اکم یک ساختمان رو دعوت کردن اومده که کار کنه. بود تنگای دیگه با برای زمستانشون. با برای زندگیشون پیش بردن. قطعی دادار میاجه. همین 3-4 ماه میستن کار میکنن. با نصیب باشه خدا خواهد با میرم و زمستان با پای زندگی و پای کار باشم. برای همین حرکت که زنک جون سری وقت خودشونه سری وقت لیبوسشونه بشو مقصد یکم کمبودی نباشن. همین زنک کارا میوبند کارا کوفته یافته میتونن جای خواب کوفته یافته نمیتونن. اینجا گستین سر برای اکای شما.
دویم دیر میکنه مردک. الو. اولا بزنم جان. چه کردین مردک؟ من تیار شدم که جوشتین. حاضی میام زنک. تستر بیاین. خوب زنک جان. هاوس تو را جای نمردکم اومده است میبرن من. خوب جانم شما تیار شوین میریم همون کسی. اومده مردک. ها زنک چو کردی؟ هیچ تیار شدم. چه کردی؟ هیچ چیز من عدد گناه تا دیدم رفتی سردم مرکه نداره یکون چوی کنی؟ چوی ندارم و آب داره. خوب یا؟ یو آب قصاف کرده که زنک نمیشه ای با تلفن میکردم زنک لبه بشه جوینا خدا را شکر نه از رحمت کی خیر بیمارخونه کجا؟ بخیر اوخی؟ خیر شید شما بینیم و حرکت میکنیم هم 10-20 minut پس همونجا میشیم خب مالی شید ما زن ما میگیریم التماس خطونا با دست بگیریم بخیره مالیش چیکار بخیره؟ بخیر پدرم فشارش بلند شده خیلی کم فشارشون باز ساز میشوند رفتیم انتظارند گناهم از ساعت 2 باز انتظارند بله سر رفتن در کار جراحی میکرده دستم باید ما تو بریم زنک اینه که این مشکلی های پدر و مادر شما هیچ تمامی ندارد اوچتون ساز میشه که پدرتون ساز میشه اوچتون با رفتن ما ساز نشوند زنک در نام جانم به رفتن موت سازم نشوند نیکی رفتن موت شرط ای رفتن موت ضرور ای زنک چه خیلی شده در سال ما یک بار ما توی رفت شدیم معرکه رفت شدیم زنک در نام جانم گفتستم که پدر جراحی میکنند بعضی سلامتی پدر خوب نیست ای باید موت بریم تو خود نغز میدونی که این توی معرکه همه وقت میشود زنک همین چه خیلی توغری میگیره که پدری من حاضر در بلنیسه جراحی میشود ما و تو بریم در توی رقص و بازی خرسندی کنیم همین میگیره توغری زنم خب بلنیسه رفتنی ما اختصاص میشود خوبم نشود بدنی ما و خود در همونجا دیلی مادر را به قوت میکنه روحیه امو را بلند میکنه و میدونه که در برشون هسته فرزندشون همین حاضر ما و تو باید نریم در بر مادر روز نیستیم زنم ها؟ بیزار شد تمام اینا رفته چه؟ چیگه با چه؟ سولا جان چقدر سلامت دارم یکم خبر نیست سالی در آوردن هیچ خبر چه کرد؟ اتام چه لب؟ تینچه دارم نمیدونم در آمدن ولی هیچ گپ نیست چه کرد؟ چه شد؟ یکی غلطیده موندن ولی هیچ خودم نمیدونم دخترم آرام شوز نیست یکی سولا جان چی با شما اومدن نگفتین هیچی؟ زنک من گفتم که پدر جراحی میکنم پدر وضعیت سلامتش بد شده پدر و مادر که بنجای پدر و مادر من زنک چیزا فراموش نکرد خدا جون زیر نشیم خداوند انشاءالله که شفاش میکنه نمیبروه یکم دختر نمیبروه که فهمی که چی گپه